های گایز بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه‌ها خیلیاتون ازم پرسیدین که چجوری کسب درآمد رو تو قسمت یوتیوب استودیو فعال کنیم. چون تو کشوری هستیم مثل افغانستان، ایران و تاجیکستان نمیشه کسب درآمد از یوتیوب داشته باشیم و همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. من میخوام مشکل رو براتون حل کنیم. با من همراه باشید. بریم سراغ آموزش. اول از همه گوگل کروم خودتون رو باز میکنید. این بالا سایت یوتیوب استودیو که قبلا من سرچ کردم رو میارید. اولین سایتی که اومد روش نگه می‌دارید، باز کردن در برگه جدید رو میزنید. این بالا سمت چپ این صفحه که براتون باز شد رو میزنید. اول از همه این قرمز فرش قرمز رو میزنید و سایت مخصوص رایانه یا هم دسکتاپ رو انتخاب کنید. این همچین صفحه‌ای که اومد، این گوشه پایین به فلش تنظیمات این کلیک میکنید. توی کانال انتخاب میکنید و کشور مورد نظر خودتون رو میزنید. برای مثال من گذاشتم روی آلمان و الان میخوام برای ثابت بشه اینجا روی ایالات متحده و گزینه ذخیره رو میزنید. پایین میاد کوچولو تنظیمات ذخیره شد. به همین سادگی. یادتون نره کانال منو سابسکرایب